سلام بچه‌ها، ارشک هستم و خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه. و امروز داریم چی کار میکنیم؟ اومدیم دوباره روبلاکس تئوری ترسناک و میخوام درباره تئوری ترسناک یه چیز خیلی وحشتناک صحبت بکنم که ممکنه شب خوابتون نبره. شاید باورتون نشه الان ساعت 2 صبح 2:45 صبح خیلی بیشتر حال میده ویدیو رو ضبط کنم. و دلیلی که من سمت چپ‌تر نمیتونم بیام اینه که سمت چپم تومی خوابیده و آره نمیدونم چرا نصف شبا میاد دهن منو سرویس میکنه این بچه. خیلی جالبه. و ویدیویی که امروز میخوام دربارش حرف بزنیم یه بازی روبلاکسه که یک نفر بهم پیشنهاد داد و گفت ارشک جان لطفا برو اینو بازی بکن. اسم بازیش Glimpses of Remembrance هست. منظورش مثلا یادآوری‌های قدیمی، مثلا خاطرات میمونه، یه مثلا یک ثانیه به خاطرات فکر میکنی یا همچین چیزی، همچین هدفی داره. How long had it been؟ چقدر زمان گذشته؟ سازنده بازی اینیم چقدر نرماله. خب این سازنده بازی که کاملا نرمال به نظر میاد، این اصلا نرمال نیست و اگه دقتم بکنید خیلی بازی عجیب غریب زیاد داره. اینا همشون یه کمی عجیبن. تقریبا 10 تا 20 تا بازی داره و خیلی یه جوری به نظر میاد این بازی‌ها. نمیدونم داستانش چیه. ما هم الان می‌خوایم در مورد این بازی صحبت بکنیم که فکر کنم معروف ترین بازیش هم هست. همونطور که می‌بینید این بازی اصلا ویزیتور هم نداره. کلا 900 نفر رفتن توش، 0 نفرم توش اکتیون، یعنی هیچکی توش نیست. بعد وقتی این بازیه که هیچی پلیر ندارن همینه، هیچی درباره‌شو نمی‌دونید چی قراره توی این بازی باشه. هر چیزی ممکنه باشه. ولی خب خدا رو شکر ارشک اینجاست که داره از این بازی ویدیو ضبط می‌کنه و اگه مثلا توش یکی از قاتلای سریالی وحشتناک، مثلا یکی از در مورد یکی از قتل‌های واقعی که هیچ جوابی هنوز بهشون نداریم بوده باشه، من میتونم الان کشفش کنم. نوستالژی. اولین چیزی که من تو این بازی میبینم اینه که یه تم خیلی کلاسیک روبلاکس داره که مثلا سال 2010 روبلاکس تقریبا. همونطور که میبینید چت این پایینه، چت بالا نیست، چت پایینه. این پایین دریوری مینویسیم و به دقیقاً همونجوری که میدونستم چت اینجوری میاد بالا سرمون. بچه‌ها این خیلی چیز خاطره انگیزیه. اگه اون موقع اکانت های روبلاکس داشتین و بند میشد اکانتتون. من خودم 2014 اولین بار روبلاکس بازی کردم، ولی خب اون موقع هم شبیه این موقع بود. این موی سر رو میبینید بچه‌ها، این موی سر این آقاه، این موی سر یکی از اون موقع هر کی این مو رو داشت توی روبلاکس خفن ترین و گنگستر ترین موجود دنیا بود. همه دخترا رو میتونست برای خودش کنه. با این مو میشد مخ همه دخترا رو زد، به قرآن میگم. خب همونطور که میبینید یه راهرو که یه عالمه خونه هستن، یه کوچه است. What makes a game memorable? What makes a game forgetful؟ چه بازی باعث میشه که تو ذهنمون بمونه؟ چه بازی باعث میشه که یادمون بره؟ خیلی داری حرف میزنی، به نظرم اینجا باید پرتت کنم پایین. من که والا چیزی نمیبینم. اون کسی که بهم گفت این بازی کن گفتش واقعا خیلی بازی ترسناکیه. و اینی که من الان چیز ترسناک که هنوز ندیدم، یه خورده داره ترسناک میکنه بازیو. خب این خونه یه دونه نوب داره به یه دونه ساعت زل میزنه. این خیلی پول داره. این که اینجوریه واقعا این الان تو سال 2010 خیلی پولدار بود. این آهنگ که داره پلی میشه واقعا یکی از آهنگای قشنگ قدیمی روبلاکسه. فقط اینکه هی داره قطع میشه یک کمی داره منو میترسونه. اوه خدای من، چرا از اون بیرون داری اینجا رو زل میزنی؟ خانم محترم از این خونه داره زل میزنه به اون خونه. فکر کنم وایسا، اون داره چیزی میگه. چی داره میگه؟ این آقا داره یه چیزی میگه تو اون خونه و داره به ساعت زل میزنه. نمیدونم بچه‌ها میفهمید یا نه، ولی توی اجاق گاز این خانم کاملا خونیه و خیلی جالبه. چیه هدفش از این که اون تو خونیه؟ آهنگ تموم شد. وای ساعت تایم منظورش چیه؟ زمانم داره واقعا میگذره تو بازی. چیزی اینجا هست که من باید برم دربارش تحقیق کنم. بیشتر اوقات تو این بازی ترسا که این گوشه‌ها یه چیزایی هستن. میخواد یه چیزی بگی. اوه در خونه وا شد بچه، در خونه وا شد. اگه میتونستم زمانو برگردونم، فقط میشد زمانو برگردوند. برای چه کاری؟ چرا داداش؟ As the world crumbles we can only watch with a smile. وقتی دنیا داره نابود میشه فقط میتونیم با لبخند نگاش کنیم. خیلی جالبه بچه‌ها. این خونه فقط درش وا شد. درش وا نبود، درش بسته بود، ولی الان وا شده. من میتونم بیام اینجا پیش این داشمون چرت بزنم. بگم به نظرم هدفشون از این بازی چیه؟ اینه که مثلا نشونن که حواستون به تایم باشه، از زندگیتون لذت ببرین مثلا. یا مثلا چرا آهنگ که هی داره آهنگ قطع میشه و این آهنگ قطع شدن خیلی وحشتناکش میکنه. من تو رو با خودم میبرم که اگه یه وقت اتفاقای وحشتناکی افتاد با هم باشیم. بیا نیفتی پایین. سلام داش، چطوری؟
ای گوه تو قبرت بره. چه اتفاقی افتاد؟ ای بمیری. این چی شد یو؟ برو خود درواشه. اینجا چه خبره؟ چطور تبدیل شد به یه روح؟ Why couldn't the happy times last؟ میگه چرا دورای و زمانهای خوب نموندن و چرا باید تایم تموم بشه؟ چرا حتی همه چی تبدیل بشه یه چیز ناراحت کننده و غمناک؟ آره بگم هدفش چیه؟ اینه که مثلا قدیمای روبلاکس چقدر همه چیز زیباتر بود و الان چرا مثلا بازی انیمه اومدن دهنمون رو سرویس کردن. یا ابوالفضل مردی؟ بمیرم برات. فکر کنم بخاطر این مرده، بخاطر اینکه گستای روبلاکس از بازی حذف شدن. قبلا میتونستی آیتمای دستتو با بک اسپیس پرت کنی زمین. هیچ کدوم از کاراکترهای بازی نیستن غیر از اون یارو که به ساعت زل زده. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی این پیچیده ترین بازی ترسناکیه که من تا به حال رفتم و این یارو هم دیگه سر جاش نیست. عالیه. حتما تایم برامونم تموم شد و رفته میتونم با این دستگاه بازی کنم. خب دوستان من تقریبا 15 دقیقه بعد از اینکه هوا تاریک شد داشتم میگشتم و هیچ اتفاق خاصی دیگه نمیافتاد. واقعیتش همین بود بازی تقریبا. لینک بازی توی دیسکریپشن میذارم و واقعا بازیش گیج کننده بود. خیلی گیج کننده بود که اصلا هیچی نفهمیدم ازش. اگه شما بازی کردین و چیز جدیدی توش کشف کردید حتما به من بگین. این بازی زیاد پلیر نداره، برای همین خیلی از رازاش هنوز کشف نشده و من مطمئنم این بازی بیشتر از این حرفاست.